امروز قراره با هم دیگه رونالدو و مسی رو با هم دیگه مقایسه بکنیم و ببینیم که کدومشون بهتره و یک بار برای همیشه به این سوال جواب بدیم که کدومشون بهتره، رونالدو یا مسی. که برای اینکه بتونیم رونالدو و مسی رو با هم دیگه درست مقایسه بکنیم، سه تا گزینه براتون میارم که با این سه تا گزینه قراره مقایسهشون بکنیم. گزینه اول دریبل زدن، گزینه دوم قدرت، گزینه سوم اخلاق. که اول از همه بیاید با همون دریبل زدن شروع بکنیم و با هم دیگه مقایسهشون کنیم ببینیم که کدومشون دریبل بهتر میزنه. که بله واقعا خیلی سخته که مقایسهشون بکنیم و دوتایی خیلی خوبن تو دریبل زدن. ولی اگه بخوایم صادقانه به این داستان نگاه بکنیم ببینیم که کدومشون دریبل‌های بیشتری میزنه و متفاوت‌تر دریبل میزنه، مسی خیلی دریبل‌های متفاوتی میزنه و خیلی میتونه دریبل بکنه پشت سر هم. میریم سراغ گزینه دوم یعنی قدرت. که بیاید صادقانه به این داستان نگاه بکنیم دوباره و رونالدو واقعا شوتای خیلی پرقدرتی داره و واقعا معروفه به این که از وسط زمین یه دونه شوت بزنه و توپ بره توی دروازه. که حتی از رونالدو یه سری آزمایش‌های مختلف راجع به قدرت بدنیش گرفته بودن که حتی یه دونه شوت خیلی محکم میزنه و سه تا شیشه رو پشت سر هم میشکونه که واقعا خیلی سخته. پس این امتیازم میدیم به رونالدو که میشن 1-1 مساوی. که میریم سراغ گزینه سوم یعنی گزینه آخر که قراره تعیین بکنه که کدومشون واقعا بهتره، یعنی از لحاظ اخلاق. ببینید اگه بخوایم واقعا از لحاظ اخلاق مقایسهشون بکنیم خیلی سخت میشه. از لحاظ اخلاق رونالدو و مسی واقعا یکی از با اخلاق ترین آدمای کل دنیا هستن و به خاطر همین هم است که معروف ترین آدمای کل دنیا شدن. و از همه مهمتر این دو نفر به این معروفن که به نیازمندا دوتایی خیلی کمک کردن و واقعا کار خیلی قشنگیه. که اگه بخوایم واقعا توی بازی‌ها در نظر بگیریم چه اخلاقای دوتایی نشون میدن یا پشت دوربین چه اخلاقی دارن، کلا اگه بخوایم اینجوری مقایسهشون بکنیم دوتایی واقعا توی یه سطح هستن و واقعا فوق‌العاده‌ان. ولی برای اینکه بتونیم یه ذره کارمون رو راحت‌تر کنیم بهتره که بریم به گذشتهشون و یه ذره داستان خصوصی تر کنیم. از اونجایی که هممون میدونیم رونالدو معروف به این بود که کلا با 1000 نفر تو رابطه بوده. که اگه واقعا ویدیوی قبلیمون هم حتی دیده باشید رونالدو رو میتونید ببینید که با هزاران نفر رابطه داشته و حتی انقدر رقمش زیاده که اصلا واقعا عددش الان دستم مثلا نیست. و رونالدو حتی هیچ وقت هم ازدواج نکرد با اینکه بچه هم داره. که حتی یکی از بچه‌هایی که رونالدو داره یعنی بچه بزرگش یعنی رونالدو جونیور مادرش حتی هیچ وقت دیده نشده و هیچکی نمیدونه مادر واقعی رونالدو جونیور کیه، که حتی خودش هم فکر کنم ندونه. حالا اگه بخوایم تو این دسته مسی رو در نظر بگیریم، مسی واقعا یه آدم خیلی وفاداریه. دیگه همون مسی رو دیدیم که حتی حاضر نیست به زنای دیگه دست بزنه، حتی زمانی که داره باشون عکس میگیره. که همه اینا به خاطر زنشه که از بچگی با هم دیگه تو رابطه بودن، یعنی از سن خیلی پایین. و مسی داستان ما هم بگیر بوده و ازدواج کرده، ولی رونالدو انگاری که بگیر نیست و هیچ وقت قرار نیست ازدواج بکنه. که برای جواب آخر که واقعا خیلی سخته که جوابشو بدم و واقعا دو نفری یکی از با اخلاق ترین آدمای کل دنیا هستن و خیلی معروف هستن، میخوام این گزینه رو بسپارم به شما و شما تو کامنت ها برام بنویسید که آیا به نظرتون از لحاظ اخلاق رونالدو بهتره یا مسی؟ آیا باورتون میشه اگه بهتون بگم که رونالدو دوربین مخفی ضبط کرده؟ از اینجایی که هممون میدونیم رونالدو خیلی وقته که کانال یوتیوبش شروع کرده و یه کار خیلی قشنگ و باحالی که میاد انجام میده اینه که میاد با مستر بیست ویدیو میذاره تو کانالش. که بعد از چند وقت بعد رونالدو میاد یه دوربین مخفی خیلی خفن و عجیب و غریب و حرفه‌ای ضبط میکنه و اونو توی یوتیوبش میذاره. که داستانش هم برمیگرده به یه مراسم خیلی مهمی که رونالدو بهش دعوت شده و تصمیم میگیره که بیاد تو این تمام مدتی که داره به اونجا میره یه دوربین مخفی ضبط کنه و همه چی رو فیلم بگیره. رونالدو یه دوربین خیلی کوچیک کنار عینکش میذاره و با اون عینک وارد اون مراسم میشه و تمام لحظه‌هایی که داره خودش میبینه رو ضبط میکنه. که بله این دوربین مخفی واقعا یه دوربین مخفی خیلی حرفه‌ایه و رونالدو 100% در آینده قراره خیلی کارهای خفن‌تری هم انجام بده. رونالدو تو چنلش یه ویدیو دیگه آپلود میکنه که یه دوربین مخفی دیگه است ولی در کنار مستر بیست که واقعا خیلی خفنه. که اول این ویدیو اینجوری شروع میشه که رونالدو به خانواده‌اش و دختراش پیام میده و میگه که من کنار مستر بیست هستم که هر وقت تونستید سریع به من زنگ بزنید.
که اونام کلی تعجب میکنن و رونالدو بهشون میگه سری باشید و سری گوشیتون رو روشن کنید و بیایم که ضبط رو شروع بکنیم. و بعد از اینکه بهشون سلام میده سری گوشی رو میده به مستر بیست که بچه‌هاش با مستر بیست حرف بزنن، که از همون اول تمام دختراش فرار میکنن و همش میرن قایم میشن و خجالت میکشن که بیان بار مستر بیست حرف بزنن. که بعد از چند دقیقه بعد زمانی که بچه‌هاش دوباره برمیگردن به جلوی دوربین یه سوال خیلی عجیب و غریب میپرسن که تو از کجا مستر بیست رو پیدا کردی، که فکر میکنن که مستر بیست معروف‌تر از رونالدو و واقعا فکر کنم نمیدونن که پدرشون کیه. که کلی با بچه‌هاش حرف میزنه و بچه‌هاش میگن که ما تمام ویدیوهای تو رو میبینیم و ویدیوی مورد علاقمون همون ویدیویی که 7 روز زیر خاک دفن میشی و واقعا رونالدو پشماش ریخته بود. که مستر بیست حتی چند تا شکلاتاشو آورده بود که به بچهای رونالدو نشون میده و میگه که به باباتون میدم که براتون بیاره که بخورید و بچه‌هاش هم میگن که آره خیلی گرسنمونه و خیلی از این شکلات دلمون میخواد و این چیزا. که واقعا یه ویدیو خیلی عجیب و غریبی بود که رونالدو میاد همچین دوربین مخفی ضبط کنه که تصور کنید که در آینده چه ویدیوهایی قرار رونالدو بسازه. یه همه دنیا رونالدو رو به عنوان یکی از خوش‌تیپ‌ترین آدمای کل دنیا میشناسنش، که واقعا از هر لحاظی که فکرشو بکنی رونالدو یه چهره خیلی خوب داره با یه بدن خیلی خوب در سن 40 سالگی. و حالا شاید باورتون نشه ولی رونالدو از همین بدن خیلی خوب با این چهره خیلی خوب تونسته میلیون‌ها دلار پول در بیاره. که اگه بریم چهره قدیم رونالدو رو ببینیم و با الانش مقایسه بکنیم میبینیم که واقعا خیلی فرق زیادی بینشونه. که بذارید حالا بهتون هزینه‌هایی که رونالدو برای چهرهش کرده رو دونه به دونه بهتون بگم. رونالدو $5000 برای دماغش کل هزینه کرد، $20000 برای دندوناش، $11000 برای موهاش و $7000 برای پوست صورتش. که بعد از تمام این عملهایی که انجام داد شد این یه هلوی واقعی. رونالدو تصمیم گرفت که از اونجایی که خیلی خوشگل شده بوده بره مدلینگ انجام بده. و رونالدو همچنان مدلینگایی که انجام داده بود عکس‌ها و فیلماش هستن که واقعا خیلی خنده دارن. آقا دیگه خودتون چند تا از این عکسای رونالدو رو ببینید، واقعا دیگه کم مونده که فقط همونو در بیاره. حالا ما فقط داریم از یه زاویه به این داستان نگاه میکنیم که این داستان واقعا خیلی خنده‌دار و رونالدو چرا باید همچین کاری بکنه و چرا باید بیاد تبلیغ یه شرکتی انجام بده و لخت بشه براش. داستان اونجایی منطقی میشه که رونالدو میشه گفت تقریبا 20 میلیون دلار برای هر کدوم از این تبلیغاتایی که انجام میداد میگرفت، که یه رقم خیلی خیلی زیادی بود که واقعا نمیشد اصلا بهش واقعا نگفت. که بله دیگه فکر کنم هممون میدونیم که رونالدو واقعا خیلی پول داره و هر چیزی که فکرشو بکنیم و رونالدو داره. حالا از ماشینای لوکسش بگیر، خونه‌های خفن و بزرگی که داره، ساعت‌های گرون قیمتی که داره و یالا هر چیزی که فکرشو بکنی. که حالا جدیدن رونالدو یک چیزی خریده که واقعا خیلی خیلی عجیب و غریبه. رونالدو رفته یه سیاره‌ای رو خریده که کلا میلیون‌ها مایلز با ما فاصله داره، که واقعا یکی از عجیب ترین کارهاییه که یه آدم پولدار میتونه بکنه که زمانی که نمیدونه واقعا با پولش چی کار بکنه برای این سیاره 70 میلیون دلار هزینه کرده، که واقعا خیلی خیلی عجیب و غریبه. حالا خدا میدونه واقعا برنامه چیه، شاید واقعا رونالدو میخواد از زمین بره اون سیاره‌ای که خریده و اونجا زندگیشو ادامه بده. نظر شما چیه؟ تو کامنت حتما برام بنویسید. به نظر شما رونالدو میره رو اون سیاره زندگی بکنه یا نه؟ توی کل دنیا همه آدمای دنیا آرزوی اینو دارن که برای یک بارم که شده رونالدو رو ببینن، به جز مردم ایران. مردم ایران بیشتر از خود رونالدو یکی دیگر دوست دارن، اونم زن رونالدو یعنی جورجینا. حالا جالبی این داستان اینه که اگه الان شما توی اینستا، یوتیوب یا هر سوشال مدیایی برید جورجینا رو ببینید که حتی داره از رونالدو بیشتر میخوره، که این داستان واقعا خیلی عجیب و غریبه. چند وقت پیش توی جشنواره فیلم دریای سرخ یه اتفاق خیلی عجیبی میفته. توی این جشنواره آقای علی اوجی و مهرداد صدیقیان حضور داشتن که توی همین جشنواره جورجینا رو میبینن، که به پیش جورجینا میرن و با هم دیگه یه سلفی میگیرن و یه حرف خیلی عجیب و غریبی آقای علی اوجی بهش میزنه. آقای علی اوجی برمیگرده به جورجینا میگه که هر موفقیتی که رونالدو داره فقط به خاطر شماست. دیگه خودتون فکر کنید که چقدر این داستان عجیب و غریبه و واقعا چقدر این حرف خنده داره. حالا سوالی که برای من پیش میاد اینه که اگه شما جورجینا رو میدیدی چه حرفی بهش میزدید؟ توی کامنت حتما برام بنویسید.